سلام دوستان، امروز توی فولکس واگن تیگوان هستیم مدل 2021. خواستم راجع به اتوپایلوت این ماشین بهتون بگم که به نظر من با اینکه اتوپایلوت کامل نیست و کمپانی ادعا نمیکنه که اتوپایلوت داره این ماشین، ولی به نظر من خیلی دقیق‌تر و سیف‌تر و باحال‌تر از اتوپایلوت تسلا هستش، به خاطر اینکه اون یه سری باگ‌ها داره و کمپانی هم ادعا میکنه که اتوپایلوت کامل شما رو میتونه تا مقصد ببره، ولی یه سرچ ریز بکنین تصادفاتش رو می‌بینین توی اینترنت، مشکلات و باگ‌هاش رو می‌بینین. یه بررسی هم خودمون کردیم، من زیاد خوشم نیومد ازش، ولی خواستم راجع به این ماشین بهتون بگم که اتوپایلوت به اون معنا نداره، فقط یه کروز کنترل آداپتیو داره که فاصله رو با ماشین جلویی تنظیم میکنه و یه دونه لین اسیست که شما رو بین خطوط نگه می‌داره و هر چند دقیقه هم مثل همه ماشین‌های دیگه که این اسیست ها رو دارن به شما اخطار میده که متوجه شه وقتی دستتون فرمون نیست که شما پشت ماشین هستین و حواستون جمع و هوشیار هستین. حالا همه ماشینا یه ارور میدن اونجا، مثلا همین الان که داره یه پیغامی برای من می‌نویسه و فرمون رو تکون میدن که مثلا متوجه شن که شما هستین و بعد یه ترمز میزنن. ولی این ماشین وقتی میبینه که شما حواستون نیست، همونطور که دیدید با کمربند شما رو خفه میکنه و یه ترمز هم میزنه که مطمئن شه شما هوشیار هستین و این خیلی جالبه به نظر من، گفتم به شما باشه.